چطوره؟ امیدوارم هر چه که هستید حالتون عالی عالی باشه. آماده اید اکسپلور کردید امروز با هم ببینیم؟ پس منتظرتون نمیذارم. 3 2 1 بزن بریم. دلم از دنیا گرفته، شب من مهتاب نداره، روز من بی تو عزیزم حتی خورشیدم نداره. نگو که باور نداری، عاشقم عاشق خسته، نگو که تنها میذاری با یه دنیای غم و غصه. میشنوی صدای قلبم واسه تو میزنه. همونطور که میدونید نیمار اومده ایران. توی فرودگاه هم اینجوری ازش استقبال کردن. بریم ببینیم چیه. Hello, I'm manager of the Iran National Jamaat team. I hope you have a good stay in Iran. Thank you very much. این انگلیسی حرف زدن این آقا شما رو یاد کی میندازه؟ ام نقی معمولی کازینوی عرسو کازین آف عرسو هد فامیل درسته. ولی خوبه که مثلا یه خوش آمد چیزی هم بهش بگی. خوش آمد. این آقا به سر گلم نقاشی نیمار کشیده. نیمار هم پایین نقاشیش امضا کرده. یکی از هموطنان عزیزمون هم کامنت گذاشته که دمش گرم، واقعا من بودم کتکش میزدم. بریم یه فیلم سم ببینیم که بشوره و ببره. آماده این؟ بریم ببینیم چیه. گربه گربه گولی گولی گربه بردم. شایعه شده این آقا 10 تومن میگیره با همین لباسا میاد تو مهمونی‌ها شعر آهنگ خودشو میخونن. بعضیا چقدر راحت پولدار میشن. بریم ویدیو بعدی رو با هم ببینیم. گربا رو اذیت نکنید تو ایران. اینا اگه نباشن موش ایرانو میبره. بریم یه روز عادی تو انگلیس رو با هم دیگه ببینیم. فرید با کلام خدایا خیلی باحال بود. از موش و گربه که گفتیم بریم یه فیلم باحالم از یه سگ ببینیم که خیلی خنده داره که برنامه‌مون تکمیل بشه. دیدین واسه شبکه‌های ماهواره‌ای گزارش تهیه میکنن، همش ناله میکنن. یکی اومده گزارش تهیه کنه که این اتفاق واسش افتاده. بریم ببینیم چیه. اینجا 2 تا دختر زندگی میکنن که این وضعیت حالا داخل خونه که خیلی خرابه. به این شکل اگه بریم میبینین که به این شکل لبه یک کاره. یه پیام دارم برای بریم چند از کامنت ها رو که خیلی خنده داره واسهتون بخونم. واقعا ناراحت کننده است. امیدوارم هیچ محمودی زنش رو سگ نخوره. محمود روشن کن الله مصبو. کلیپ مگه غمگین نبود؟ من چرا مردم از خنده؟ بریم ویدیو بعد با هم ببینیم. تا از موضوع خوانندگی دور نشدیم بریم چند تا از خواننده‌های معروف رو ببینیم قبل و بعد و معروف شدن و پولدار شدنشون. بریم ببینیم چیه. آرون افشار، عزیزم دستان عرض تیغ اولو بزن واسه خیانت ها و بیملیای تیغ دومو بزن بریز آبرو من خیانت کردم اما تو نیاوردی. محمد علیزاده، میدونم اومدی بازی نمیخوام اینو خیلی قشنگ حس گرفته. محسن ابراهیم زاده، بهنام بانی، تو چشم من تویی که آسمونی تو خواب
شد بهنامبانی سیبیل گذاشت. همشون بعد از معروف شدن و پولدار شدن قیافشون بهتر شد. مثلا رونالدو یه عکس داره که قبل و بعد پولدار شدنشون نشون میده. خدایی بعدش خیلی بهتر شده. حالا که مثل من نیستن که قبل و بعد پولدار شدن خوشگل باشن. بریم سمت حاشیه آیفون 15. یه بچه تینیجر توی ایران رفته برای خودش و دوست دخترش 2 تا گوشی موبایل خریده. بریم ببینیم چیه. یه خوبمون آقای یوسف 2 تا آیفون 15 پرو مکس به رنگ بلک و نچرال برای خودشون و دوست دختر محترمشون خریدن. مبارکتون باشه. ممنون از دوستای دوستی موبایل پروماس، خیلی تشکر ویژه دارم ازشون. 15 پرو مکس برای خودم و دوست دخترم هدیه تولد با امید خدا ان شاءالله برای عروسی. من خودم تو اپل استور سفارش دادم که هفته دیگه به دستم میرسه. شما چجوری تو ایران 2 تا میخرید؟ دمتون گرم. 2 تا از کامنت های هموطنان عزیزم رو میخوام براتون بخونم. ببینیم چیه. داش یوسف میومنت با پسر چطوره؟ احتمالا یوسف کلیه نداره. بریم ویدیو بعدی رو با هم ببینیم. سلام، امروز اومدیم سازمان نظام پزشکی. دوست عزیز سلام، بابت دریافت چه خدمتی تشریف آوردین؟ ما اومدم دکترم شفا. چرا؟ برگشت گفت تو 3 ماه بیشتر زنده نیست. خب مشکلش چیه؟ 3 ماهی که گفته الان 3 سال گذشته من هنوز زنده‌ام. ای بابا این که خوبه. چیش خوبه آقا، من گفتم 3 ماه زنده‌ام دیگه، هرچی پول داشتیم فلان زدیم زمین. فامیلام جمع شدن، دوستای پولی دادن گفتن تو داری جوون مرگ میشه دیگه. یه پولی دادن گفتم آقا ندیده نمیری، برو دنیا رو ببین. پولو برداشتیم رفتیم تایلند، یه 2-3 ماه موندیم، بهترین رستوران، بهترین هتل‌ها، بهترین اشوار. بعد پاشدم ایران اومدم گفتم بیام ایران بمیرم دیگه. اومدم ایران دیدم نمیمیرم. آقا 1 ماه گذشت، 2 ماه گذشت، فامیلا جمع شدن گفتم آقا این پولای ما چی شد پس؟ یا بمیری یا پولمون رو بده. گفتم خب حالا 1 ماه این ور اون ور طبیعیه دیگه. 1 ماه وایسید، 1 ماه گذشت، 2 ماه گذشت، بازم نمردم دیگه. رفتم سر کار 3 سال مثل سگ کار کردم، به خدا پول این مردم رو دادم. الان ذره بدهیام سبک شده، اومدم رفتم آزمایش شدم، یارو میگه ایدز. ای بابا اون که دیگه چه ربطی به دکتر میتونه داشته باشه؟ دکتر داره یعنی چی؟ بابا خب اگه من میدونستم با هر زنده بمونم خب رفته بودم اونجا رعایت میکردم مسائل بهداشتی رو. من گفتم 2-3 ماه زنده‌ام، با هر کی رسیدیم رفتیم تو گاراژ، اومدیم اینجا دیدیم آقا 100 تا مریضی گرفتیم. تازه اون مریضی هم که اول من بهم گفته بود دارم اصلا نداشتم. ای بابا ای بابا. یار من دهن اینو سرویس میکنم. باش خیر ان شاء الله. با اجازه. یه گزارش بچهای ایران تهیه کردن، درست کردن که توش از مردم میپرسن آرزوتون چیه. بریم فیلم آخر با هم ببینیم. ببینیم چیه. بزرگترین آرزوتون چیه؟ بهش فکر نکردم. گفتنی نیست. شخصیه؟ هنرمند بزرگی بشم. سلامتی عزیزان. داشتن آرامش. مهاجرت. چون تو ایران سخت موفق باشی. ازدواج موفق پسرم. چه سوالای سختی. دیدم سخت نیست. مردممو شاد ببینم. ایرانو شاد ببینم. دوتاییمون عاقبت به خیر بشیم. ایران در رأس همه دنیا قرار. مهاجرت، زندگی راحت تر. مردن. چرا؟ چون راحت میشم. آشنا بودم با شما. چقدر آدم عجیب شده. الان راحت نیستی؟ نه. ناراحتی؟ آره. چون زندگی کردن سخته. ماهیت زندگی همینه. پدر و مادرم ازم راضی باشن. که آیندم روشن باشه. به آخر برنامه رسیدیم. لایک کنید، سابسکرایب کنید، با دوستاتونم به اشتراک بذارید. خیلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشید. طبق معمول بریم آهنگ آخر برنامه رو ببینیم. تا برنامه بعدی خدافظ. از شهر غریبه بینشونی اومدی، تو با اسب سفید مهربونی اومدی، تو از دشتای دور و جاده های پرغبار برای هم صدایی هم زبونی اومدی. غریب آشنا دوست دارم، بیا منو همرات ببر به شهر قصه ها، بگیر دست منو تو اون دستا. چه خوب صفمون یکی باشه با هم، بمونم منتظر تا برگردی پیشم، تو زندونم با تو